Unit 70 Suffixes. گفتیم توی این درس ما 3 نوع پسوند رو خواهیم داشت که دو تاش رو توی قسمت‌های قبل گفتیم، پسوندهای اسم ساز و صفت ساز. نوع سوم و آخر رو میخوایم توی این ویدیو بگیم که پسوندهای فعل ساز هستن. پسوندهای فعل ساز خب ما چند نمونه داریم، یعنی شکل مختلفی دارن، خب که اینجا توی کتاب فقط 2 نمونه ازش گفته. برای اینکه بدونیم حالا فقط محدود به این 2 نمیشه، مثال‌های بیشتری رو هم بعداً نگاه میکنیم. ISE forms verbs from adjectives. For example, modernize, commercialize, industrialize, computerize. ISE در واقع پسوندی هستش که ما میتونیم اون رو به صفت‌ها اضافه کنیم و در آخر فعل داشته باشیم، مثل موقعی که در واقع ما پسوند ISE رو به صفت modern اضافه میکنیم و فعل modernize رو خواهیم داشت به معنای مدرنیزه کردن، make modern. مثال بعدی در واقع industrialize هستش، به معنای صنعتی کردن. industrial صفتمون هستش، پسوند ISE بهش اضافه میشه و industrialize رو خواهیم داشت. industrialize. اینجا توی پرانتز میبینیم که این پسوند به 2 صورت نوشته میشه، ISE و IZE. ISE همینطور که اینجا میبینید ISE is most common in British English. IZE is most common in American English. پس تفاوت ISE و IZE در بریتیش و امریکن بودنش هست. پس همینطور که میبینید توی کتاب industrialize رو با ISE نوشته، خب یعنی اسپلینگش به این صورتی هستش که INDUSTRIALISE. اما اینجا میبینیم توی در واقع دیکشنری کمبریج industrialize رو اگر دقت کنید به صورت IZE نوشته. هر دوتای اینها درست هستش و گفتیم که تفاوتشون چیه. این industrialize با Z American English هست و توی این کتاب به صورت British English نوشتار British English این رو آورده. و مثال آخر هم که کتاب گفته computerize هست، به معنای کامپیوتری کردن. حالا اینجا یک نکته دیگه بگم که ما گفتیم در واقع ISE رو که به صفت‌ها اضافه میکنیم و به ما فعل میده، اما اینجا اگر دقت کنید computerize به این شکل ساخته شده، کامپیوتر به علاوه ISE. اینجا کامپیوتر در واقع نون هست، اسم هست. خب پس ما نتیجه میگیریم که این پسوند ISE رو نه فقط به صفت‌ها بلکه به اسم‌ها هم میتونیم اضافه کنیم و فعل داشته باشیم. یه مثال دیگه که در واقع با همین ساختار درست شده، یعنی ساختار noun plus ISE که میشه verb، این هستش hospitalize. حالا این استرسش رو با هم دیگه میریم چک میکنیم. به معنای بستری کردن یا بستری شدن، به این صورت که در واقع اسم یا نون هاسپیتال رو به معنای بیمارستان ما پسوند IZE یا حالا ISE رو بهش اضافه میکنیم و hospitalize رو خواهیم داشت. پس ISE به اسمها هم میتونه اضافه بشه. بریم چند تا نمونه دیگه هم غیر از کتاب اضافه بر سازمان
نگاه کنیم که با پسوندهای بیشتری آشنا بشیم. verb suffixes. ما این ISE رو خوندیم الان یا IZE که گفتیم نکتهش چیه و بعد این IFY هست که توی حالا اون جدول بعداً بهش میپردازیم. این دوتا هم جزو پسوندهای فعل ساز هستن خب که توی کتاب نیومده، ولی ممکنه که مثلا توی خیلی از متون یا مثلا حالا جاهای دیگه ببینیم بشنویم یا مثلا به چشممون بخوره. به این صورت که در واقع یکیشون ATE هست خب و یکی هم EN. حالا اینها اینجوری هن که وایت بورد رو بیارم. مثلا ما اینجا در واقع complicate رو داریم. اصلا کلا این مثال های ATE، پسوند ATE complicate، dominate، irritate. خب اینها رو بیایم بررسی کنیم ببینیم به چه صورت هست. خب اینها در نظر داشته باشیم، یادمون نره که اینها در واقع فعل هستن دیگه. اینها در واقع ما داریم پسوندهای فعل ساز رو بررسی میکنیم. خب حالا complicate رو ما بخوایم تجزیه کنیم به این صورت میشه. این که ما به عنوان ریشه خب complex رو داریم خب و بعد پسوند ATE بهش اضافه شده و در واقع complicate رو به ما داده. خب complex که بله اینجا یعنی پیچیده خب و بعد که این پسوند بهش اضافه میشه complicate به معنی پیچیده کردن رو به ما میده، پیچیده کردن یا دشوار کردن. خب مثال بعدی که داشتیم dominate بود. خب که اینطوری ساخته شده از ریشه دامین. خب که حالا این دامین از دومینس اومده که این یک کلمه لاتین هستش. خب به معنای مستر یا لورد و بعد پسوند ATE بهش اضافه شده و dominate رو ساخته. نکته که مثلا بگم همین بود که این پسوند ATE جو ATE و بعدش EN پسوندهایی هستن که به کلمات لاتین اضافه میشن و به ما یک فعل میدن. ولی حالا میگم این یک نکته اضافه بر سازمانه که حالا یاد گرفتم و اون شکلی که مثلا حالا بگیم که ضرورت داره که ملک ذهنمون بشه، نه اینطور نیست. فقط چیزی که ما باید بدونیم این هستش که بله پسوندهای فعل ساز ما غیر از IFY و ISE این دوتا مورد رو هم داریم و اینکه در واقع معنی اینها رو باید بدونیم. complicate یعنی پیچیده کردن یا سخت کردن، dominate یعنی سلطه داشتن یا چیره شدن، irritate این هم اینطوری ساخته شده که از irri یعنی اگر که بخوایم اینا رو تجزیه کنیم خب این شکلیه دیگه. خب این بخش اولشه، بعد این پسونده هست که حالا این بخش اول از کلمه irritate به معنای هیجان زده کردن یا برانگیخته کردن هستش. خب که بعد حالا پسوند ATE بهش اضافه شده و irritate رو شکل داده. خود irritate یعنی چی؟ میشه تحریک کردن، آزار دادن یا عصبی کردن.
خب که اگر که دقت بکنیم این معنی های irritate خب یک کوچولو مثلا تو مایه های این کلمه لاتین که در واقع ریشه و بیس این کلمه هستن مربوطه و تو مایه های همدیگه هستن. مثلا این گفتیم irritate که یک کلمه لاتین بود به عنوان لاتین ای نداره، به عنوان بیس و ریشه این کلمه به معنی to excite or provoke بود. خب یعنی برانگیخته کردن، تحریک کردن یا هیجان زده کردن. پسوند دیگه که اینجا اومده en هست، مثل harden، soften یا shorten. خب harden یعنی سفت کردن، soften یعنی نرم کردن، shorten یعنی کوتاه کردن. و همونطور که میبینیم en به صفت اضافه میشه و فعل به ما میده. خب البته به noun هم میشه اضافه کنیم، ولی خب اینجا مثال هایی که تو این دیکشنری آورده صفت هست که حالا من دیگه برای اینکه این پسندهای فعلزاد خیلی دیگه مبحثش طولانی نشه اونا رو نمیگه. یک مورد دیگه که در مورد پسندهای فعلساز میخواستم بگم یک مثال جدید بود از پسندهای فعلساز که مثال در واقع پسوند ISE خب که خیلی هم این کلمه پرتکراری هستش. خب که realize ما صفت real خب رو بهش پسوند ISE اضافه میکنیم و realize رو خواهیم داشت. ISE کلا معنیش و در واقع عمل کرده این پسوند چی هستش؟ یعنی کردن یا شدن. خب ما وقتی میگیم realize real خب یعنی واقعی. خب وقتی میگیم realize یعنی واقعی کردن. واقعی کردن یعنی همون محقق کردن، محقق شدن. خب بریم تو این دیکشنری. یکی از معانیش یعنی واقعی کردن، محقق کردن. خب اینجا to achieve something you were hoping for، به دست آوردن اون چیزی که آرزوشو داشتیم. خب یعنی چی؟ یعنی محقق شدن یا محقق کردن یک آرزو، یک رویا. که معنی دیگهش هم که باز این معنی مصطلح تر هست، یعنی to understand a situation sometimes suddenly، یعنی متوجه شدن، دریافتن، پی بردن یا فهمیدن. این هم دومین معنیشه دیگه. واقعا فعلا پسوندهای فعلساز تموم شدن. میریم سراغ جدول. نمونه های دیگری از پسوندها رو اینجا ما داریم که میتونن به ما کمک کنن که در واقع نقش دستوری یا پارت اف سپیچ یک کلمه رو ما بتونیم تشخیص بدیم. خب اول از همه ما منت رو داریم. خب پسوند منت که یک پسوند اسم ساز هستش. اینی که میگه other suffixes that can help you recognize the word class یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی که مثلا کلمه replacement رو جای دیدیم و نیاز داشتیم که بدونیم این چه نقش دستوری داره این کلمه، بلافاصله وقتی که منت رو توی این کلمه میبینیم میتونیم تشخیص بدیم و 100% با اطمینان بگیم که این کلمه replacement یک اسم هستش. چرا؟ به خاطر اینکه منت یک پسوند اسم ساز هست. خب پس این پسوندها اصلی ترین کاربردشون همینه که به ما بگن نقش دستوری یک کلمه چی هست. خب مثلا ما همین الان پسوندهای فعلساز رو داشتیم کار میکردیم. پس وقتی که مثلا کلمه commercialize رو جایی ببینیم، خب بلافاصله میتونیم بگیم که این کلمه یک فعل هست. چرا؟ چون ما یاد گرفتیم که ISE یک پسوند فعل ساز هست. خب
مثال هایی که برای این پسوند اومده excitement به معنای هیجان، enjoyment به معنای لذت، replacement به معنای تعویض کردن یا جابجا کردن. The act of putting somebody or something in the place of somebody or something else. بعد از اون یک پسوند اسمساز دیگه داریم که ITY هستش. خب مثل flexibility، خب flexibility، productivity، scarcity. خب flexibility یعنی ability to change easily according to the situation، یعنی سازگار بودن، یعنی انعطاف پذیر بودن. خب productivity یعنی بهره وری یا بازدهی. خب و scarcity هم یعنی کمیابی یا نایابی. خب حالا یک چیزی که باز دوباره میخوام بگم و تو این کتاب نیومده اما لازمه که بدونیم اینجا پسندهای اسمساز در واقع بله قسمت اسپلینگ کلمات وقتی که پسوند بهشون اضافه میشه. مورد سوم رو اینجا دقت کنیم که مثلا کلمه able، خب وقتی که ITY بهش اضافه میشه ما میبینیم که able ختم به چی میشه؟ LE. وقتی که ITY بهش اضافه میشه اسپلینگ اون کلمه‌ای که ساخته میشه در آخر چطور هستش؟ اینطوریه که در واقع LE آخر کلمه، خب کلمه اصلیمون تبدیل میشه به IL. خب یعنی که ما کلمه آخرمون، خب اون کلمه‌ای که از ترکیب able و ITY ساخته میشه به این صورت هستش ability، یعنی ABILITY. خب یه مثال دیگه هم باز اینجا possible هستش، خب که این هم ختم میشه به LE و وقتی که پسوند اسمساز ITY رو ما بهش اضافه کنیم LE تبدیل به IL میشه. به این صورت possible. خب اینجا توی اینجا بنویسیم به نظرم مشخص تر باشه، بهتر باشه. خب این ختم میشه به LE possible یعنی ممکن. خب ختم میشه به LE. خب حالا ما میخوایم که پسوند اسمساز ITY رو بهش اضافه کنیم. خب باید توجه داشته باشیم که کلمه جدیدمون این شکلی هستش possible. این LE که اینجا بود گفتیم تبدیل میشه به IL. possibly این LE تبدیل شد به IL. خب اینجا هم این بنده خدا هنگ کرد. حالا فعلا تا این درست میشه ما بریم. خب پس این possibility به این صورت نوشته میشه، یعنی LE که آخرش هست تبدیل میشه به IL possibility. حالا برگردیم به کتاب. مثالی که توی کتاب اومده بود flexibility هستش. خب flexibility رو هم اگر ما دقت کنیم، آره حالا وایت بوردمون درست شد، من اینو کاملش کنم. خب پس LE تبدیل شد به IL possibility. این از این. توی flexible، خب flexibility که در واقع توی کتاب اومده
ما ترکیب flexible رو داریم که یک صفت هست به معنای انعطاف پذیر به علاوه پسوند اسمساز ITY. خب که باز هم این کلمه، این صفت در واقع به LE ختم میشه و وقتی ما این پسوند رو بهش اضافه میکنیم به این صورت نوشته میشه که فلکسی، یعنی در واقع فلکسی این LE تبدیل میشه به IL flexibility. خب این ITY هم که همون پسوندمونه دیگه. خب پس به این صورت نوشته میشه که LE تبدیل میشه به IL و بعدش هم این پسوندی که میخواستیم بهش اضافه کنیم و بعد نون یا اسم flexibility رو به ما میده، یعنی انعطاف پذیری. خب آره این از نکته که میخواستم بگم. بعد productivity معنیشو گفتیم، scarcity هم گفتیم و حالا اینها رو بخوایم ساختار این دوتای آخری رو هم بخوام بگم، به این صورت هستش که productivity از صفت productive به علاوه ITY ساخته شده. scarcity هم همینطور. بله دارم درست می‌نویسم scarcity. شما سعی کنید که مثل من حروف کلماتتون اندازه یک شهر از همدیگه فاصله نداشته باشن. scarcity هم از صفت scarce، فکر کنم دارم اشتباه میگم، نه درست، از صفت scarce به معنای کمیاب، نادر و در واقع پسوند اسمساز ITY ساخته شده. اینجا هم توجه کنیم دیگه به این تلفظ و پرونانسیشن این کلمه scarce هستش. خب این scarce نیست، scarce. خب scarce یا scarce حالا بریتیشش. بعد میریم سراغ پسوند بعدی، هود.